مهندسین زنجیر دیگه هیچی نمیبره، هرچی من عوضش میکنم فایده نداره. چرا عوضش میکنی؟ خودت تیزش کن. اگر زنجیر عرض موتورتون تند شده و دیگه مثل سابق تیز نیست، نیاز نیست که عوضش کنید. توسط دستگاه تیز کنه بقیه رو میزی و از چند دقیقه میتونه راحت زنجیرتون رو به روز اول برش گردونید. مدل دستگاه ES202 هستش. بدنه تمام پلاستیک را داره و به راحتی میشه که تمام زنجیر رو به دونه هایی که ریست و درش را تیز کنید. بازوی قابل حرکته و از همه مهمتر زاویه‌های چپ و راست قابل تنظیم هستش. دستگاه تولید کشور چین هستش، برق مصرفش هم 220 ولته. به راحتی روی میز قابل نصبه و هر آماتوری میتونه راحت زنجیرش رو تیز کنه. شما تا جهت ثبت سفارش به سایت arjangirin.com مراجعه بفرمایید. با ارجن سبز بمانید.